салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони гироми қадр, бо шумо ҳастем Умеджони Юсуфзод дар шабакаи Садои Умед. Тамошобинони азиз, имрӯз мо визов мепартоем ба Муин Гафуров, яъне ки баъси тоҷик визов мепартоем. Муин бародар визови моро ҳамчун бародар қабул бикун. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам то охири видеоро тамошо кунед. баъди видео ман иншоаллоҳ ки ҳамаша ба шумо мерасонам. Коленки видели как? Ноги видели как поворачивает? Вот. Вот. Давай, давай. که رفته دیگه من استوب کردم اوه که رفته دیگه من استوب کردم جنگ
دوستان گرامی قدر، ما چند روز پیش یک جا تماشا رفتیم، یعنی که بسیار دعوت کردن رفتیم، در همینجا خیلی کمک یک سیونکا کردیم و تماشا رفته بودیم و با برادران خواستن که یک سیونکا کنیم. ما اینجا سیونکا کردیم، طرز نمود همین بویا، یعنی که بوی بسپرایل طرز مشخوشه ما بهرش ما کمی هم که بود نشون دادیم که یک فایزش نیست، ولی این میلیون پریوما گفتی گپ و بسیار چیزها داره، ما یک فایزش هم با شما نشون ندادگی هستیم. و برای چی ما ویزوف در موین غفورov گفتم، برادر موین غفورov ما یک شوخی کردیم با یگان جوره نقبیم مور گفته بزنیم ما سلامت باشی با تو پیشروی خواهانیم. برای برادران ما این ویدیو را کردیم که از بهوده گشتن ما خوب است که ما بیایم در همه جاها مشق بکنیم. این مشق رو برای جنگ، برای زدن کسی نیست و برای سلامتی ما و شما خیلی فایده دارد. از بهوده گشتن ما خیلی خوب است که خود کرته است، خود کچاست است، خود بوی بسپرایل است که جایش که باشه، اگر که ما همین مشق را کنیم برای ما خیلی یک خوب است. بله، بسیاری از برادران ما و شما موین غفورov نمیشناسند. موین غفورov یکی از بیسای پیشرفته تاجیکستان است. بله دوستان گرامی قدر، من خودم مخلص همین مشق بوی بسپرایل هستم، یعنی که بسیار همین مشقش تماشا میکنم که طرز مثال پریومش برای ما فایده، برای سلامتی ما فایده دارد. من خیلی همین مخلص بوی بسپرایل هستم. مخلصی من برای جنگ نیست، تنها برای سلامتی انسان و برای طرز نمود مشقش خیلی برای انسان فایده سخت میرسه. از همتون خواهش میکنم از بهوده گشتن رفته در یگان زال بسپرین، ان شاء الله که اونقدر سومی نیست، ما که مشق بکنین برای ما و شما خوب است. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها